حالا میخواهم پرزنتاسیا را با شما در میان گذارم، با شما شریک بسازم. شما ببینید این نام است. من کار میکنم بوماگا، کاغذ. من کار میکنم با کاغذ بوماگا. بوماگا چی کار میکند؟ من یعنی دیرکتور تجارتی یعنی همین بوماگا هستم و هم لایه هایی که ما داریم که پول کار میکند. ما رسانه خصوصی تجارتی هستیم در روسیه. رسانه های کم هم که از گرانت های خود استفاده میکنند، از گرانت های از فاند های مختلف، برای آنکه این بسیار خطرناک است. ما هیچ وقت از آن استفاده نکردیم. 10 سال در ماه مارت ما در خدمات تبلیغاتی یعنی پول کار میکنیم، رکلام. همه شرکت های تجارتی در یعنی برند ها کار میکنن و همین طور شد که ما با همین پارادایگما کلان شدیم و پیش میریم و برای همین بسیار تمایل من با شریکان تجارتی است درباره آدمان مثل ما. این مبارزه با تنهایی است، با یک تنهایی است، یا ای که ما کمک کنیم با آدمان که هم اندیشان هم فکران خود را پیدا کنن، خود را تنها احساس نکنن و در حمایت. ما سایت داریم در وب و در شبکه‌های اجتماعی، در همه شبکه‌های اجتماعی. ما کانال داریم، اینستاگرام، کانتاکت، تیک تاک هم شروع کردیم. ما نشریه داریم، ریداکسیا داریم که یعنی اداره داریم، اداره نشریاتی داریم که این کار انجام میدهد و این یک کار ما بسیار کار طریق است. ما یعنی لکسیای دانشمندان را برگزار میکنیم در برها. سینس بر هاپینگ فستیوالز کامپوس داریم، یعنی در یعنی منبرهای گوناگون شهر، در تئاتر، در زوالها، در دیگر جاها. ما چاره‌بینی ها را برگزار، آدم‌ها را جلب میکنیم. این ما شریکان را همگرا میکنیم، بر شبکه‌های اجتماعی میکنیم و برای آنها یعنی مسئله یعنی قبول میکنیم رسیلکه ها، یعنی آنهایی که یعنی مکاتبه را قبول میکنیم رسیلکه. و در بوماگا بخش تحقیقات داریم. ما یعنی تحقیقات اجتماعی برگزار میکنیم، یعنی ما همچنین هم با مشتریان کار میکنیم. اگر یگان چیز لازم باشد درباره اتاره، ما چنین خدمات را رعایت میکنیم و از این یعنی تحقیقات یک معلومات مفصل را میگیریم و همینجا جامعه شناس با یعنی ریداکتور با سردبیر کار میکند، همکاری میکند. ما کلوب دروزه بوماگا داریم. کلوب دروزه بوماگا یعنی کلوب دوستان بوماگا، مکاتبه، معاملات، معاشرت با دوستان، با شریکان و غیره. و ما شعبه تکنیکی داریم، اونجا دیزاینر را کار میکنن که و همه تکنولوژی که ما در اختیار داریم. ما در طول 10 سال یعنی ساعت میانه ما یعنی رشد کرده. وقتی ما این کانتنت را تولید میکنیم، ما همیشه در این باره فکر کنیم. در هر قدم ما لازم است که ما آدمان را جلب کنیم و آنها را یعنی سرگرم بسازیم و اینجا باید معین کنیم. این خود جلب خودش چی است؟ جلب سازی یعنی نمیدانم وقتی که آدم چه کار یک کاری مرکب میکنه و یک کاری را کرد و این را به شما تحفه کرد. جلب سازی این یک کلیک در صفحه شما است، یک پخش، یک کلیک. جلب سازی این یک اصطلاح مجرد، ابسترکت است، مجرد، ابسترکت. و وقتی که ما جلب سازی یعنی سوپر است، در حقیقت شما میفهمید که چی کار کنید برای کاربر تا اینکه آنها را جلب سازید. برای آنکه جلب سازی این توضیحات است، یعنی این آبونه شوی به این کامنت در شبکه اجتماعی، یعنی هم یعنی جلب آبونه شوی به یعنی فرسته های ایمیل است، رسیل که فرسته های ایمیل است یا مکاتبه های ایمیلی است و زنگ زدن برای ریداکتور یا اینکه فرستادن به شما یک معلومات است و همچنین گزارش به صفحه دوم است. کدام عملها در ریسورس های شما در یعنی ذخیره های شما میتوان جلب سازی نامید. لطفا فکر کنید
دو ثانیه، یعنی در چت شما کدام عملهایی را دارید که میتونید که آنها را جلب سازی نام بگیرید، نام ببرید. یک شاید شما یک شکل برداشت جوابی، عبارت نسبی است، برداشت جوابی یا فیدبک میگن، نه برداشت جوابی، غیر از این دیگر نمیتواند باشد ترجمه کنید. و در اینجا کدام عمل هایی که شما دارید که میتونیم به این مفهوم وارد بسازیم، در چت بنویسید و ما میبینیم چی نوشتین شما. از چی میتوان شروع کرد؟ لایحه را از چی شروع کنیم؟ از جلب سازی، جلب شوی. آن چیزی که ما داریم، ما بسیار وقتها شروع کردیم از یک ایده عالی، مثلا بازی بسیار یعنی جلب کننده هست، وقت زیاد را باید ترک کند، باید یک موتیواسیون داشته باشه. از چنین یعنی عمل ها از بومگ خیلی چیزا یعنی موفق شد. در این هفته ما با مدیر بومگ صحبت کردم در مورد فرمات هایی که ما اخیراً بر راه اندازی کردیم و شعبه در سایت یعنی بومگ نوشت تقریبا 1 سال گذشت و ما میبینیم که در اینجا رکلام ما از این فرمت ما گفتیم برای چی؟ برای آن که میفهمیم که یعنی قسمه هدف رو معین واضح نکردیم. ما بسیار یعنی عالی جناب است، کلاس نیست. از فرمت های جلب سازی و محاکمه درباره چگونه آدمان را کدام ابزار استفاده کنیم برای جلب سازی. این ابزار است یعنی سرگرم سازی در حیات عادی. ما ابزارها را نه میخریم که آنها را با استفاده، اگر یک چیز را میخریم ما یعنی افسوس میخوریم، ما پول خرج میکنیم یک چیز نالازم یعنی پول خرج کردیم. من با این لکسیا من همین یعنی نوگ چنکشک پلیساس خریده بودم ولی هیچ کدام آنها استفاده نکردم. ما چیزهای عالی، چیزهای برنامه وقت خود را دیزاینر را صرف میکنیم. صحیفه بند ورسال شک دیاری در محرر ولی و در اینجا یعنی باز توجه ما کند می شود. باید یعنی دقیق به این سوال جواب دیم برای چی؟ برای ما یعنی سرگرم سازی. چی میخوایم از سرگرم سازی؟ فابلیچنس و سرگرم سازی. مثلا ما میخوایم یعنی فروش را براهمانیم. اگر ما روزنامه داشته باشیم چاپی، ما میخوایم بیشتر روزنامه بفروشیم. ما شاید آبونه های پرداختی یعنی بفروشیم یا در یک سازمان خیریه کار میکنیم. هدف ما شاید اون باشه جمع آوری کردن یعنی صدقه یا خیریه است. طوری که به نزد شما میاد و ترافیک را یعنی ثابت برای ثابت ساختن ترافیک اگر آنلاین ریسورس داشته باشید شما همچون تحلیلگران پدیده های گوناگون یک روز از کجای 300,000 نفر میآید، در روز دوم هیچ کس نمیآید، در روز سوم فلان میآید، ترافیک شما ناثابت است و البته داشتن نشاندادهای قابل پیش بینی خیلی خوب است و این ممکن است هدف شما باشد. کار خود را تبدیل دادن با ترافیک به شکل سیستماتیک، فهمیدن که آدم از کجا میاد که آنها در آنجا مانند و با گشته برگشته آنجا وارد شود. لایحه های تجارتی که من بیشتر میدانم هدف آوردن مخاطبان و مشتریان است و خرید کردن. شما نمیدانید که یعنی فروشنده چیکار میکنند در صحیفه در مغازه آنلاینی. ما شما میتونید آنها جلب سازید
آنها بیان یعنی پروانه گذارن گالچکا یعنی قید یا پروانه گذارن و در حقیقت هدف در به شکل کریاتیوی خیلی چیزا رو میتونه یعنی فکر کرد و روی خط اینجا حاصل میشه و یک فهرستی که بسیار یعنی بسامد بیشتر داره. این مثال هایی که به ذهن من و هدف ها رو شما نمیدانید و البته من به شما یعنی توصیه میدم که شما فکر کنید که کدام مشکل رو میخواید حل کنید برای اون که به یک مثال های عادی فکر کنید برای چی این چیزا لازم است. مثلا در چت می نویسید برای ما ریپوست چی لازم است؟ خوب است که این با یک معنی ریپوست معلومات درباره ما فکر کنم و فهم میکنم برای آنکه آنها را ریپوست کنن، آنها توضیحات بنویسن، کامنتار توضیحات داشتن جواب های دقیق که هدف شما رو یعنی افاده کنن و حالا ما باید یعنی دیالوگ را یعنی باید چپه کنیم. برای ما چرا چیزای مشخص لازم و از چیزهای مشخص یعنی شروع کردن باید از خواهش های خود شروع کنیم. همینجا یک فرمول است، من فکر کنم که اینجا ما نوشتیم. مثلا در توضیحات ما میتونیم در مورد ریپوست هم میگم ما میخوایم یک چیز را میخوایم، ما برند را میخوایم مشهور بسازیم، افزایش شهرت میده خود رسانه خود را معنی است که یعنی اینجا فراگیری کلا در اینستاگرام ما در این مورد فکر کنیم که چی به ما کمک میکنه. فراگیری در اینستاگرام همه شهرنشینان استفاده میکنن، یعنی همشهری های ما اگر اونجا فراگیری کلان است البته توسط توضیحات زیاد برای آنکه اینستاگرام یعنی فراگیری زیاد میدهند، دایره فراگیریش زیاد است. این دلیل است در اکانت اینستاگرام توضیحات زیاد است. خود سیستم خود اینستاگرام بهتر خبرهای شما را به کاربران میدهند و پست های شما را نه یک یعنی آبونچیان کم آنها را یعنی آبونچیان زیاد میبینید. ما این را میدانیم، ما این را میفهمیم، این به ما فراگیری زیاد میاره و ما باید که ما از چیزی خود شروع میکنیم. اومگا میخواد شهرت خود در شهر زیاد کنه، ما باید فراگیری را زیاد کنیم. ما باید که یعنی در توضیحات را در اینستاگرام زیاد کنیم برای اینکه اینستاگرام با اوتور ما یعنی که همونجا باش که فراگیری زیاد شد بین که پرابلمش چی هستن با همه باید لایک های زیاد یعنی توضیحات زیاد در اینجا باید باشه. در بسیار یعنی فرمول روفکا و فرمول بندی هایی که ما میخواهیم با ابزار این ابزار این سرگرم سازی می باشد و ولی ما نمیتونیم یعنی با بازدیدهای عادی هیچ کار کردن نمیتونیم. در سطح تیراژ روزنامه یا تلویزیون برای آنکه این ابزارهای یعنی معلوم هستن در مورد یعنی جلب سازی بسیار چیزا رو شما میتونید فهمید. ریپوست کامنتاری ها توضیحات کار و مخاطبان پول بسیار کار کنید و در مورد گرانت شما در اینجا اینستاگرام هست یعنی یک تصویر از کردینگ است و این توضیحات از همه کلان می باشه و در آنجا چگونه بومگ از این استفاده می کند. فمینیتیو ها این سخنان یک رژیسور که افتر که در زبان روسی بسیار یعنی
تنها چیزهای جنس مردان است و در مورد فمینیتیو ها تا چه اندازه این زیبا است، تا چه اندازه این به موقع است. تعداد زیاد آدمان هستند که برای فمینیتیو یعنی مبارزه میکنن. شماره زیاد آدمان هست که آنها یعنی خوششان نمیاد از بلاگ کفتار کن و با ما از فمینیتیو ها استفاده میکنیم و یعنی این موقعیت ریدکس ماست. ما کارتشگاه کردیم در مورد پرینسیپ های خود چرا این کار را میکنیم. البته این رزونانس کلان واکنش زیاد را با بار آورد. در اینجا توضیحات کامنتاری های زیادی هست. ما این فرمولا چگونه است؟ در اینجا ما یعنی برای یک پیدا کردن یک راه حل ما تصمیم گرفتیم که شروع کنیم از توضیحات شروع کنیم. خود را به جای کاربر قرار میدهیم. چه روی داد که من همچون خواننده و هم مشتری اینستاگرام چیکار کنم؟ البته یعنی سمتگیری کردن خوب میشه که یک تحقیقات یعنی برگزار شود. بعضی وقتا یعنی کار چین است که دشوار است. اگر ما فکر کنیم در این مورد از جانب کاربر به چشمان آن نگاه کنیم، از چشمان آن نگاه کنیم، همه چیز را به خوبی واضح میبینیم و بسیار وقتا در اینستاگرام یک سوال میگذاریم، آدمان جواب میدهند. من نمیدانم اگر در اینستاگرام سوال صبح شما چگونه شروع شد، با کدام احتمالیت وقت خود را صرف میکنید تا اینکه جواب دهید و این سوال در اینستاگرام برای یعنی اکانت به شخصیت رسانه این پست که یک جالب نیست، هیچ احساسات را بر نمی انگیزد و همچنین ادگاه تنقیدی برای حالهایی که به ذهن شما بیاد، بس یعنی محرر یا اینکه منیجر شبکه اجتماعی، آیا این سوال هایی که من میدم، این روش هایی که من میخوام یعنی خوانندگان را یعنی هوسمند کنم، آنها را جلب میکند؟ من نمیدانم که توضیحات اینا برای نورخان داده و برای ما در مورد فمینیتیو ها آدمان هستن که آنها این موضوع بسیار گرم و داغ است. البته این برای ما سورپریز نیست و در اینستاگرام همه چیز هست. نه همه محتوایی که در اینجا هست به اینستاگرام وارد میشود و در اینجا یعنی معلوم است که این موضوع یعنی جالب است، یعنی کامنت های زیادی را ایجاد میکند. البته اختلاف برانگیز است، البته سیاسی نیست و ما از اون فراگیری خوب را به دست میاریم. چیزی که ما دقیق میدانیم ما میخوایم توضیحات بذاریم، کامنتار بذاریم. این با آب نمیپرتیم به کجا رفته است. نه، ما چیزی که ما مینویسیم آن را میخوانم، کسی حتی لایک میماند یا رسانه دوست داشته ما بجا آنها میخوایم، ما توجه میخوایم یعنی ارزیابی از جانب دیگران و ما جواب میدهیم. ما اگر لایک بگذاریم، اگر یعنی قصه های جالب باشن، خوانندگان وارد توضیحات میشن تا هم که بخونن چی نوشتن آدمان دیگر، لایک بنویسن و جواب دهن و اینجا مباحثش من میخوام در اشتراک کنم. این یک سوراخی هم تو سیاه نیست. ما باید همین سوراخ یعنی شکاف سیاه را برای همچون منبر برای بررسی و محاکمه تبدیل دیم. من از اینستاگرام میدوزه یعنی واقعا لذت میبرم، یعنی اونجا سوال های بسیار جالب است. حتی اگر به این موضوع چیزی گفته نداشته شما میتونید خط بخوانید. ما اینجا یعنی موضوع یعنی خریدهای بیهوده بیفایده، اینجا قصه های گوناگون هستند. از وقتا کاوشی یعنی دو اندازه زیاد، البته خنده‌دار است ولی برای گذراندن وقت بسیار خوب است. این ما میفهمیم که آدمان برای چه این کار را میکنن.
مدوزا میخواد فراگیری خود را افزایش دهد، یعنی مشتریان زیاد را جلب کند. بدپیس یک مشتری، آنها هدف مشخص دارند. حالا من به شما یک دو مثال میارم در مورد لایحه‌های یعنی خیریوی، تا جایی که من میدونم شما باید کار کنید با سازمان‌های غیر دولتی که بسیاری از آنها فعالیت‌های دارن، آدم‌ها کمک میکنن. یک دو مثال میارم. ما وقتی که محاکمه میکردیم، وقتی این لایحه ها رو میکردیم، اینها اونقدر تازه نیستن، از سالهای گذشته هستن و در آخر سال 21 چنین چیز را مانند را ما نداشتیم. یکم یعنی یک لایحه مکتب یعنی راهبلدان اشکال اکسکورساوا، این کمک کردن با آدمان به خانمان، یعنی جای شب خواب روی نچلش کرد، یعنی اینجا گرفتن کار، پیدا کردن خانه، این نچلش کرد، یعنی بسیار مهم است، بسیار کمک میکند با مردم، با محصولات، با لباس، با هر چیز. و همچنین بوماگا کوشش کرد که به نچلش کمک کند با ساکنان همین یعنی پناهگاه، یعنی مشتریان نچلش که آنهایی که میخواستیم که آنها اجتماعی شوند، سوسیالیزاسیون در کوچه ها بودند، آنها برگشتن به حیات عادی بسیار مرکب است. ما خواستیم به آنها کمک، با آنها با کار باید کمک کنیم، معاشرت با آدمان دیگر، تا که آنها به جامعه برگردند. و اینجا یعنی راه های گوناگون دارد. ما یک راهش انتخاب، این از طریق آموزش مشتریان یعنی نشریش که به مکتب راهبلدان، برای که اینها مهارت پرداخت شونده و همچنین اکسکورسیا برگزار میکنن و اینجا آدمان با آنها صحبت میکنن و اینجا یک سوسیالیزاسیون یعنی اجتماعی شوی صورت میگیرد. و در این لایحه چند شریک ما داشتیم، بوماگا نشریشکا، سرویس اودیو اکسکورسیا بود. این یک یعنی پریلاژن، یک یعنی برنامه زمینوی بود. باز شریک داشتیم مکتبی که یعنی اکسکورساوا را درس میدهند و ما با هم دیگر یعنی پیوند دادیم و کورس تشکیل کردیم. در خود همین پناهگاه آموزگاران می آمدند و چگونه آنها می توانند اکسکورسی خود را برای پتربورگ یعنی راه اندازی کنند، چگونه جلب کردن آدمان. پس در این نتیجه هر کسی که به این مکتب نام نویسی کرد، آنها بر بایگانی ها رفتن، آنها طرز پیشبری خود را آنها در رپتیسیون ها، در تمرین ها یعنی اشتراک کردن. ما در بوماگا ما انونس اعلان پخش کردیم و تقریبا 1000 نفر جمع کردیم برای اشتراک کردن در این اکسکورسیا. گید های ما یعنی راهبلدان ما، آنها این پولا را می گرفتن. غیر از این سرویس اودیو اکسکورسیا را بر اون را ثبت کرد در ویدیو و جایگذاری کرد و در سرویس آدمان همیشه این اکسکورسیا را میخرن و پروژه ما داریم، لایحه داریم و قسمی از پول به مؤلفان میرود. ما اشتراک کردیم که آدمان کسبای نو پیدا کنند، پول کمی میگیرن و که آنها به آدمان دیگر لازم هستند، برای کسی خدمت آنها لازم است و میتوانند. Итак, какая у нас была вообще цепочка событий? Как мы это представляли, глядя глазами нашего читателя? Сначала читатели видят на бумаге текст о проекте. Вот тут как раз выше был скриншот большого материала на бумаге. Люди увидели текст, потом они прослушали отрывки этих экскурсий, потому что мы выложили отрывки аудиозаписи, аудиозаписи отрывков экскурсий, и чтобы люди могли понять, что там будет вообще по контенту. که برای آدمان مفهوم باشه که آدمان این راهبلدان چی گپ میزنن. در ادامه ما آدمان در مورد یعنی قصه ها صحبت میکنن، نقل میکنن
با خود میگیرند یک دوستان شریکان یا اینکه به همراه شریکان خود میروید به اکسکورسیا و ما انتظار داریم دیگر اکسکورسیا را در سرویس سورپرایز میخرد و همچنین و در آخر اگر این آدم ها حد مرحله ها را گذشته است او شروع میکند به قربان که پول یعنی خیریه کردن پول دادن پول به نچلشکا شب جای شب گذرانه نچلشکا و این واقعی بود. آدمان به اکسکورسیا می آمدن، آدمان یعنی اینجا سورپرایز می خریدن و در اینجا یعنی خیریه می کردن. و مثال دیگری این پلویه کلان است با شرکت بیلاین. بیلاین در منطقه شما کار میکنن و ما همراه بیلاین یعنی کارهای خیریوی تشکیل کردیم و این لایحه برای آدمانی که تنها یک لایحه های خیریوی میکنند و یک سرتراشی پیدا می شود، آرایشگری پیدا می شود که در یعنی ناحیه خود و روانشناس یعنی برگزار می کند کمک های یعنی روانشناسی و بیلاین هدف داشت این فرهنگ را رشد کرد، انکشاف دهد. آدمانی که برای این یعنی قوت ذخیره دارن یعنی آنها نه تنها از طریق خیریه از طریق سهم گذاری شخصی کار را پیش ببرند. ما چی داریم در این حال؟ خب در مورد ما خواستیم که آدمانی که ایده دارن آنها یعنی یک انگیزه پیدا کنند که آنها به این چیز یعنی قاطعانه تصمیم بگیرند. آنها را آموزش دهیم همین روند ها را مبادله تجربه را صورت اینجا انجام دهیم. شما میدانید در لایحه اینترنیوز از معاشره با همکاران که آنهایی که همین گونه مشکلات دارن یک در یک چیز موفق شد، دیگر چیز در دیگر چیز موفق شد و همین طور با تجربه بدلم و همیشه تا آدم کمی یعنی رشد می‌یابد. این یک ابزار بسیار خوب است در مورد جلب‌سازی. نه تنها از شما آموزش میگیرن یا از کارشناس، آنها از همدیگر هم آموزش میگیرن. فرمانهای یعنی واقعا دموکراتی است آن جلب میکند و تغییر می‌دهد. در این فرمت در نقش هم آموزگار و هم شاگرد برای بسیاریان این بسیار جالب است، جلب کننده است. ما از طریق مکاتبه های موضوعی، از طریق وبینارها، کیس ها در یعنی فرسته ها رسیل کار، مکاتبه های فرستاده شونده یعنی رسیل که صورت میگیره، کدام روی کردها و پدقادها را استفاده کردن و در وبینارها مبادله تجربه صورت میگیره برای آدمان زنده و در وبینار کارشناسان رو با جلب میکردیم و همین خیلی ما چگونه از چشم کاربران خوانندگان بوماگا متنها را در رابطه لایحه میدیدن و برای آنهایی که این یعنی موضوع جالب است در این مکاتبه مشتری میشدن در این رسیل که یا فرسته. از این فرسته ها آنهایی که آماده بودن برای آموزش به شکل یعنی رجیستراسیون به قیدگیری در وبینار یعنی میگذاشتن و آنهایی که بسیار هوسمند بودند به وبینار می آمدند از جمله مشتریان فرسته ها رسیلکه ها ما یک مقدار زیادی را یعنی اشتراک کنندگان را برای وبینار جلب میکنیم. آنها در وبینار یعنی به قید میگیرن و آنهایی که یعنی بسیار انگیزه دارند میآیند پروژه های خود را اینجا تطبیق میکنند. به خاطر پاندمی این لایحه ما تا و به خاطر کدام مشکلات دیگر کم باز استاد. ما میخواستیم که این را ادامه دهیم در منطقه های دیگر هم یعنی و آن
مرحله جلبی که ما مرحله کوچک کردیم بسیار خوب بود از نگاه آن که در یک یعنی ملاقات یک کمیونیتی یک جامعه کوچک ایجاد شد و آنها از این تجربه بسیار شاد بودن، بسیار راضی بودن و می‌خواستن که لایه‌های مشترک یعنی فکر کرده برایم و کلوب بومگا این قصه ها این یعنی در چت در زوم این جامعه یعنی اینجا کلوب هست در بومگا کلوب دارم خیلی این خدمت پرداختی است یک مبلغ پرداخت میکنن حالا ما جامعه داریم آنها دسترسی پیدا میکنن یعنی با اپسیه های گوناگون فراگیری و برای چی ما کلوب در کار است ما چیزی یعنی تکرار شونده از آدمان عادی این برای آن که یعنی درآمدهای خود را تا گوناگون سازی دیورسیفیکاسیون کنیم ما همچنین این یعنی پرداخت‌های مستقیم از خوانندگان ما و باز ما خواستیم که یک یعنی دایره وفادار یا لیال نه ادرا یک دایره وفادار را به وجود بریم و در محاکمه ها و در یعنی دایره دوستان در حالتی که اگر یک میتونن که از بومگ یعنی حمایت کنن این خواهش ما است ما چیکار باید ما باید یک خدمت رسانی پرداختی را کنیم یعنی باید به یک چیزی باید اگر بسیاری از رسانه ها پرداخت میکنن این همچنین برای همچون سازمان خیریوی ما نخواستیم که از طریق خیریوی پیش بریم بلکه ما نخواستیم پول گیریم برای حیات ما از طریق ریکلام پول کار میکنیم ما خواهیم شرط نامه داشتیم بسیار خوب است ما از پرداخت خوانندگان ما یعنی نابود نمیشویم یا برای همین و غیر از این ما خوانندگان مشتریان را باید جلب کنیم مشتریان را کار در بومگا و با آنها یک معاشرت دائمی را با آنها راه اندازی کنیم که آنها با ما باشند این کار چگونه میتوان انجام داد این را میتوان از طریق چت ما یعنی موتیواسیا ایجاد میکنیم با ما باشند به همیشه پول پرداخت کنن و مبادله کنن با معلومات با ما و در نتیجه کلوب چی است از همه یکم در چت در این سایت ما همین مجلس جلسه همین روزه را من در اینجا گذاشتم او میگه که میاد به پوتین و آنها خواهش میکند که مشاهده خود را کدام وضعیت راه چگونه است هر وقتی که پوتین به پترزبورگ میاد حرکت کاملا یعنی فلج می شود و شهر پورا کلاپس می شود این آدمان دیل میگذارن و این درخواست کوشش میکنن به بومگ کمک میکنن و دوستان بومگ 677 نفر یعنی دوستان آنها بررسی میکنن هم با بومگ یعنی ایول میکنن هم ایده ها خواهش های خود را و سوال های محرران جواب میدهند آنها با هم دیگر یعنی در اینجا کرتکه زمستانه را یا در کجا بخرم این کرتکه خوب را در کجا بخرم معاشرت یک چت بسیار مفید است آدمان پرابلم خود را حل میکنند غیر از این اشتراک کنندگان یعنی کلوب ما اشتراک میکنند در یعنی چهاربینی های بسته که ما برگزار این ممکن است که دیگستات سوینا باشه تاین سانتا باشه و هم دیگر تحفه میدهند یا رفتن به موزه و هم نمایشگاه های باز و میخواهیم که یک یعنی فراغت اکسکلوزیوی برای آنها تشکیل کنیم و
این جلب یعنی درجه بلند جلب سازی است. با چاره‌بینی های ما می روند اشتراک. آنها بهانه های زیادی در سبب های دارن که با آنها میگن که من یعنی بومگر و پول دوست میدارم. تمدید کردن آبونه ما امیدوار هستیم. آنها ناراضی هستند از آن که ما یعنی راضی هستند، معذرت میخوام، از یعنی معاشرت های ما، از خدمت رسان خدمت های ما و آنها مشتری ها یعنی آبونه های پرداخته میگیرن. در مورد خانه های پتربورگ این هم یک کانتنت بسته است. یک هفته آنهایی که به ما برای آبونه پول میدهند. در نهایت این چیزی که من میخواستم امروز بگویم، با یادآور شم که وقتی که ما عقب‌زار را راه اندازی میکنیم و باید که کدام مشکل را ما داریم، این ارتباط دارد. ما که باید هدف خود را فرمال بندی کنیم. کدام مشکلات یعنی دراز مدت را شما میتوانید حل کنید وقتی که همکاران فرمت اینتراکتیوی را راه اندازی کردیم در بومگه یعنی پیش نرفت. ما کمی فکر کردیم که چیکار کنیم در دورنما از دورنمای دراز مدت استفاده کنیم. این البته بد است. ما میتوانیم درباره خود فکر کنیم و همه چیز رو درست انجام. حتی وقتی که ما شریکان تجارتی کار میکنیم، آنها فکر میکنن، ما فکر میکنیم، میشینیم با ما چی لازم است، ما چی رو یعنی فکر کنیم که توانیم که برای مدت طولانی استفاده کنیم. یعنی از همه وضعیت دردناک وقتی که یک لایحه رو راه اندازی میکنیم در فرمت نو و آن یعنی تمام شد بعد از آن که یعنی قرارداد تجارتی خلاص می شود. حالت ایدئالی است که شریکان به ما کمک کنند استارتاپ های داخلی را راه اندازی کنیم. استارتاپ های داخلی برای اینکه کار کنند ما هیچ وقت درباره خود نباید فراموش کنیم. ما بسیار یعنی خرد هستیم و این مثال بسیار خوب است. ما یعنی فرمت داریم که تکمت پخش میکنه و یعنی چرخ به چرخش در می آید، می چرخد و وریانت ها پیدا میشن. کتاب می خواندن یا خوردن نوشیدن وینا. ما در این با یک مشتری آمد گفت فرمت نو اینتراکتیو میخواد. همراه با او ما رندمایز را انجام دادیم. ما یک لایحه رکلاموی کردیم و این فرمت را چندین بار استفاده و تا به حال استفاده میکنیم برای آنکه ما قبلا فکر کردیم که برای ما چی لازم است برای آینده در مدت. برای ما همیشه با خود میخوام بیاد بیارم و شما هم یادآور میشوم. سوال مهم در مورد لایحه ما و که من چی خواهم بفهم که من چی را میخوام. من چند سوال بخوام، مخصوصا من سوال های مشخص، یعنی کدام یعنی مشکلات را با اودیتوریا حالا ما داریم و وقتی که کار میکنیم با مخاطبان با اودیتوریا ما باید بفهمیم و شما فکر کنید که آیا آنها تا به آخر به شما باور نمیکنند یا به نظر شما اگر یعنی رقیبان را اگر انتخاب کنیم مشکلات در اینجا پیدا میشه. هم مسئله انالیتیکا من صحبت کردم در مورد ترافیک ناثبات و ما در انالیتیکا میبینیم که آدمان تا 1 2 3 صفحه را میخوانند بعد میروند، آنها متن ما را تا آخر نمیخوانند. این یک مرکب است که یک مشکل است که باید حل اصلاح شود. یک تکنولوژی را سر دهیم که یعنی حالا برای ما ضرور است، یا اینکه شبکه‌های اجتماعی نو، فرمانهای نو، اینسترومنت ها، ابزارهای نو، ولی کار آهسته پیش میره. مثال های یعنی مثبت هم وجود دارند. 2 سال خواستیم که یوتیوب شو رو برای اندازیم. یوتیوب شو بسیار یعنی گران قیمت است. 1.5 میلیون روبل
برای یک روز یعنی فیلم برداری لازم است. ما یوتیوب شو رو همراه با شریک راسنانه با شرکت کار میکنیم. این شرکت دولتی است. ما یک فستیوال کلان انجام ده پیشنهاد کردیم شو در یوتیوب، یعنی اینجا یعنی درآمد دانشمندان به بر نام دارد که ما خیلی از زمانهای پیش میخواستیم. یک سوال بسیار خوب، کدام تشبس ها خوب کار میکنن ولی آنها خاموش شدن به خاطر اینکه یعنی ذخیره ها و انگیزه ها نبودند یا کارمندانی که این به این کار مشغول شود و چنین چیزها همیشه هست. اگر بسیار کار کنیم، بسیار تیز کنیم، می توانید یعنی از پروژه هایی که بیهوده بودن و هدف گذاری کنیم که این تکنولوژی را یعنی دوباره تجدید کنیم و لایحه را پیش بریم. مارکتینگ و وارانکا این قیف مارکتینگی است. من گفتم در مورد یعنی لایحه های خیریوی اونجا یعنی اینجا در مرحله های گوناگون تا یعنی خیریه به فوند رفت. این است از بالا سر میشه رنگ یک ورانک، رنگ قیف مانند آن است که خوانندگان چگونه ما را میبینن. آیا آن را ما میتوانیم همچون قیف مارکتینگی، این نام بسیار خوب است برای آن که همراه آن ما میتونیم حساب کنیم. ما حساب کنید که چقدر آمد تا مرحله آخر، تا زینه آخر می رود. در هر زینه آدمان به خارج می شود. تنها بعضی آنها آنهایی که بسیار یعنی منفعتدار هستند تا اینکه به فرسته آبونه شوند. تنها چند تا آنها هوسمندی بیشتر دارند. شماره روزها هم یعنی تنگ می شود، کم می شود و اگر ما راه کاربران را به شکل قیف ببینیم می بینیم که در اینجا از یک مرحله از یک زینه به زینه دیگر می گذارند. ما ساده تر همه چیز را حساب می کنیم. این است من شکل قیف و شما اینجا می بینید به همه شکل، به شکل ورتیکالی، به شکل یعنی عمودی است و این آمدن و سایت و در شبکه‌های اجتماعی بودند. متن را خواندن تا آخر، یعنی برای شما یعنی قصه های شخصی خود را نوشتن. آدمان کمتر یعنی رفتن اصلاحات کردن برای چیز فلان. سر شما را شبکه‌های اجتماعی در سایت شما را دیدن و ویدیو را تماشا کردن و تصمیم گرفتن که تا آخر در آزمون اشتراک کنند. ویدیو گرفتن در سمارت فون و یعنی فرستادن. Из наших реальных проектов тут можно подставить любые условия. Посмотрели видео, прошли опрос, что угодно. Но главное, что вот если у вас есть в голове эта воронка, если вы еще из головы куда-то в Google табличку ее перенесете, то вы поставите себе реалистичную цель, вы поймете вообще, в каких цифрах можно это ваше вовлечение представить. Это касается даже банальных комментариев в Инстаграме. Вы можете знать, что ваш пост увидит 10 тысяч людей, и в среднем 10 тысяч вы получите, 20 комментариев. Да, это цифры, которые вы можете прогнозировать и достаточно реалистично. شما میتونید آن را پیشگویی کنید و هدف خود را معین کنید. نقشه ما چگونه است؟ ما باید که یعنی هدف خود را معین کنیم، وظیفه خود را معین کنیم و قیف مارکتینگی خود را یعنی شکل بدیم، تشکل بدهیم. ما همچنین یعنی اودیتور مخاطبان هر یک زینه کار خود را یعنی توضیح میکنیم، یعنی تصویر میکنیم، توصیف میکنیم و عملهای کلیدی خود را مقرر میکنیم. کانالهای همکاری خود را انتخاب میکنیم. راههای گوناگون را یعنی ایجاد میکنیم برای کاربران و یعنی KPI را برای هر یک زینه جلب سرگرم سازی
یعنی معین میکنیم، لایحه را راه اندازی میکنیم و برای هر یک زینه را پیگیری میکنیم. ما از کانال взаимодействия انتخاب کردیم و цифры для каждого уровня по вовлечению. Ну, то есть мы поняли, что мы ориентируемся на 20 комментариев, потому что охват у нас будет 10 тысяч. Ну и запустили проект. Я вам эту презентацию и все эти пункты, разумеется, скину. И если у вас по ходу дела еще будут вопросы, вы мне их, пожалуйста, тоже задавайте. اگر سوال پیدا شد با من دادم گیرید. تشکر زیاد. من میفهم که سوال ها خیلی زیاد است ولی هنوز هم پیدا میشن. تشکر. یک در کف کوبی میکنیم برای مشا. یک تبسم فرستید. از آنهایی که من شنیدم هر وبینار واقعا بی‌نظیر است و بی‌مانند است. تشکر. سپاس بر مشا. با شما شام خوب آرزو میکنم.